درود و نور عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه و واقعا از خدا میخوام که هر جای این کشور بزرگ و عزیز هستید، این کشور دوست داشتنی هستید، در آرامش باشید، در عشق باشید، صبور باشید. از خداوندگار، آفریننده جهان هستی، میخوام که کمک بکنه به من تا بتونم چیزایی رو بگم توی این ویدئویی که قرار شاید شما در آینده در یوتیوب ببینید که واقعا از قلب باشه و به قلب ها بشینه و بتونه راهی رو برای همه ما باز بکنه. و شما مسافران زمان، شما روحای کهن، بتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید، چون این خیلی برای من مهمه. و ما در حال گذروندن یک دوران بسیار سنگین هستیم، خیلی سنگینه و مسیرها متفاوت میشه. ممکنه که خود من هم مسیرم دیگه عوض بشه، راه هم تغییر بکنه، ولی میخوام بگم که این دورانی که الان ما توش هستیم دورانی نیستش که ما انتخابش کرده باشیم. دورانی بود که میدونستیم اتفاق میفته و منظورم اینه که این دورانی نیست که ما توش نقش داشته باشیم. چی میگن؟ چیزیه که اجدادیه، چیزیه که ارث رسیده به ما. دوران بسیار بسیار سنگینی بوده و سیاره زمین دوران بسیار بسیار تاریکی رو طی کرده و آکاشیک سنگین خیلی زیادی وجود داره. آکاشیک حافظه روحی ماها توی شرایطی، حالا همه نه ها، هم بعضیا ایندیگو هستن، بعضیا کریستالی هم، بعضیا حالا یعنی اون حالت دی ان ایشون دیگه داره تبدیل میشه. ولی میخوام بهتون بگم که این روزای تبدیل شدنه، روزاییه که ما داریم اون آکاشیک سنگین رو سبکش میکنیم و این تغییر ارتعاش وایگانی آکاشیک از سنگین به سبک، اگر جز اون دسته از نور پیشه ها یا روحای کهن یا لایت ورکر حالا هستین که شما تجربیات زندگی های گذشته دارید، حالا لزوما کارمان نه، حالا دوست ندارم کلمه کارما رو به کار ببرم، ولی مجبورم به خاطر اینکه ممکنه بعضیا واقعا کارما رو تجربه کرده باشیم و حالا منظورم روحای ایندیگو نیست. حالا اینکه کارما در واقع میتونیم بگیم که یه جور بازی کیهانیه. یعنی چی؟ یعنی لزوما ما اون رو به صورت رنج تعریف میکنیم چون رنج رو خلق کردیم خودمون، ولی یه بازی کیهانیه چون که آفریدگار، سیستم کائنات، سیستم آفرینش بر پایه خیرخواهیه، بر پایه نیکخواهیه و بعد از نیکخواهی عشق رو خلق میکنه، بعدش نور رو خلق میکنه ولی به خودی خود خیرخواهیه و مخصوصا برای سیاراتی که آماده آزمونن، سیاراتی که میتونن توش انسانها پرورش پیدا بکنن و حالا خیلیاشون قبلتر صعود کردن، تموم شد رفت. ما این آخری ها هستیم، این آخری که همه چش دوختن که ببینیم به کجا میرسیم و منظورم از همه هم نیروهای انرژی و حالا انرژی های ماورایی، نیروهای کیهانی، نیروهای نور، تیم معنوی، تیم پشتیبان، هر چیزی که اسمشو میخواید بذارید. ولی به طور کلی چیزی که وجود داره اینه داستان که اینجا این کارما یعنی بازیه، چون کائنات بر پایه نیکیه، بر پایه خیره، چیزی به اسم شر نمیتونه توش وجود داشته باشه و برای همینه که قانون کارما توسط انسان خلق شد. یعنی باز گشت یک اعمال و رفتارهایی که بعضی وقتا خواسته بود، یه بعضی وقتا ناخواسته بود، ولی به طور کلی وجودش لازم بود برای اینکه ما به اون نیکخواهی برسیم، چون در نهایت معنویه. یعنی همش باید ما بریم بچرخیم تا به اون معنوی برسیم، به اون معنویت برسیم و بنابراین ما بارها و بارها تکرارش میکنیم، میایم رو سیاره، میریم، انسان ها زیاد میان و میرن، اونایی که زیاد میرن روحای کهن میان و میرن، روحای کهنن خب به تب هم از لحاظ شجاعت در ردای بالاتری هستم
و هستن و از طرفی هم میتونیم بگیم که به غیر از مسئله شجاعت و شهامتی که دارن، چون این تجربیات رو قبلترها هم انجامش دادن، براشون راحت تره و دیگه فریب ماتریکس رو نمیخورن، فریب بازی سیاسی رو نمیخورن. خیلی از روحای کهن و لایت ورکرها متاسفانه تو این دورانی که برای ایران یه سری اتفاقات افتاد و واقعا دردناک بود، اما خب دوچار اون بازی سیاست شدن و شدیم هممون. خب این در واقع میتونیم بگیم که چیزی بود که ماتریکس میخواست، در واقع سرگرم کردن ما به چیزهای این چنینی و خب یه عده‌ای قربانی میشدن، یه عده‌ای هم متاسفانه تو تاریکی و جهل میموندن. موضوع اینه که ما نباید هم هویت میشدیم و از این به بعد هم نباید بشیم. الان در حال حاضر خیلی از عزیزان، خیلی از دوستان براشون سوال پیش اومده که قرار در آینده در ایران چه اتفاقی بیفته. این چیزیه که کرایون عزیز گفته توی چنلش، توی چنل مربوط به جنگ ایران و آمریکا، اینکه این جنگ تا کی ادامه پیدا کنه و ادامه داشته باشه واقعا دست انتخاب آزاد ما آدم هاست، یعنی ما تعیین میکنیم. ولی خب در نهایت اون چیزی که با توجه از برایندی که از چنل کرایون داشتم و میدونم پخشون بعضیتون خوندینش، اینه که کلا میچرخه دیگه از اون حالتی، اون فشار قرار بود از طریق فشار اقتصادی در واقع سیستم از پا در بیاد و یا از طریق مذاکره. ولی خب دیگه جنگ شد و دیگه به قول کرایون داستان دیگه تموم شد، منتفی شد و دیگه یعنی قرار بود در دراز مدت با فشار اقتصادی اتفاقایی بیفته. ولی خب الان جنگ برای همینه که ما اون زمان گفتیم که ترامپ فقط یه کاتالیزوره و برای همین بود، به خاطر اینکه اگر ترامپ نبود ممکن بود که این موضوع همچنان ادامه پیدا میکرد. ولی این باز به معنی خوبی یا غیر مطلق ترامپ نیست، هرچند ترامپ یک روحیه که واقعا میتونه دستکاری کنه یه سری چیزا رو و این خیلی میتونه خوب باشه، میتونه بدم باشه، میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، بستگی به دیدگاه ما به قضایا داره. ولی اینکه برای ایران چه اتفاقی عظیمی بعد که حالا ما جنگ رو انتخاب کردیم قرار بیفته، طولانی تر شدن و ادامه داشتنش هم به ما بستگی داره. ولی اینکه چی میشه و اینا، بخوام بگم که ما الان تو جنگ هستیم، کامل مشخصه دیگه. یعنی که مثلا ما بگیم جنگ میشه نمیشه اینا، خب هستیم دیگه الان ما تو جنگیم. ولی در نهایت اون چیزی که اتفاق میفته، راهکارهای اقتصادی جدید، روابط دیپلماسی جدیدی که بین کشورها اتفاق میفته، باعث میشه که ما از این آکاش سنگین بیایم بیرون، هم چیزی که اولش گفتم. و اون دیپلماسی، اون روابط، اون اتفاقایی که قراره در آینده تجربه بشه، یکم به زمان نیاز داره. یکم واقعا توی این دوران بس چرا دارم مثل بایگانی آکاشیکو میارم، به خاطر اینکه میخواستم به صبر برسم. ببینید تو این دوران واقعا فقط صبر میتونه جواب بده. ما نقشه راه رو میدونیم که در نهایت فقط افراد جدید و آدمهای جدید و انسانهای جدید با سطح آگاهی جدید، ایندیگوها و افراد جدید میتونن تغییرات صلح آمیز رو در دنیا اجرا کنن. حالا ایجاد بذرهاش کاشته شده بله، ولی اجرا کردنش به دست اونهاست. حالا بازم بذرهاش به ما نمیگن از طریق اخبار، ولی هممون میدونیم هست، هممون میدونیم که این بذر صلح ایجاد شده و مردم کشورها واقعا با تمام وجودشون دیگه به یه مرحله میرسن که خسته میشن، دیر یا زود. و دیگه وقتی اون مرحله برسه دیگه ما منتظر اتفاقات جدید هستیم و دیگه هیچ امیدی به آدمهای قدیمی نیست. برای همین ازتون میخوام صبور باشید. چون ما الان در یک مرحله هستیم که از شیفت اومدیم بیرون. 2026 از شیفت اومدیم بیرون، عددش یکه و بعدش 27. اونا رو هم قبلا تو لایوهای توی ویدیوهای قبلی توی یوتیوب همه اینا رو گفتیم. الان در حال حاضر ما از دوران مثل کسانی هستیم که از یه تونل اومدن خارج شدن و هنوز چشمامون به اون نور عادت نداره و ما داریم فعلا شبکیه های چشمامون رو عادت میدیم به اون نور، چون نورش خیلی زیاده و اون نور که بیاد خیلی چیزا رو روشن میکنه، خیلی چیزا رو هویدا میکنه. از اون ورم موضوع دی ان ایه.
موضوع دی ان ایه. برای افراد بیدار هیچ چیزی در این دنیا به اندازه دی ان ای نباید مهم باشه. کسی که بیداری معنوی رو تجربه میکنه، کسی که پا تو مسیر معنویت میذاره، کسی که پا تو عصر جدید گذاشته، با کرایون آشناه، با خانواده کهکشانی آشناه، اون چنل رو میبینه، این چنل رو میخونه، اون کانال تلگرام و این و اون، حالا باید بدونه که الان برای یک فرد بیدار معنوی تنها چیزی که اهمیت داره و بیشتر از هر چیزی اهمیت داره دی ان ایه، آکاشیکه. اگه روح کهن هستین و تناسخ‌های قبلی داشتید، آکاشیک باید از حالت سنگین به سبک تبدیل بشه. از اون حالت تراکم باید خارج بشه. اگر ایندیگو هستید که مأموریتتون رو دی ان ایتون هک شده و در آینده برای یه سری اتفاقات به شما نیاز پیدا میشه. و حتی اگر ایندیگو هم هستین، بازم دی ان ایتون باید فعال بشه. شما با دی ان ای فعال اومدی البته، ولی بخشایش هنوز وصل نیست. هنوز بخش الهی به اون شکلی که باید به اون بخش‌های مادی دی ان ای هنوز متصل نشده. باید اینا با همدیگه ادغام بشن. باید با همدیگه ترکیب بشن. باید ما بیشتر روحی بشیم. باید بیشتر قلبی بشیم. باید بیشتر شهودی بشیم. باید ما بتونیم با میدان حرکت کنیم. ما باید بتونیم یاد بگیریم که چجوری مثل خیلی از اساتید، چه مثل کسانی که روی این سیاره بودن، تلفظ فرانسوی سن ژرمن، تلفظ انگلیسی سن جرمین، فرق نمیکنه. هر کسی که اومد روی این سیاره راه رفت اینو میدونست. موضوع اینه که یه میدانی وجود داره و ما باید هر تا میتونیم با این میدان اتصال داشته باشیم، بتونیم یاد بگیریم چجوری باش کار کنیم، چجوری خلق کنیم، چجوری یه سری چیزایی که به دردمون نمیخوره از طریق میدان بفهمیم، ردشون کنیم برن. الان هم دورانیه که فقط دوران رها کردنه. من نمیخوام مثل پیجای دیگه الان بیام از یه سری چیزای دیگه ای صحبت بکنم و نمیخوام واقعا. درسته، قبول دارم سال 2026 عدد شروع جدیده، ولی شروع جدید یعنی رها کردن قدیمی دیگه. وقتی تو قدیمی رو رها نکنی نمیتونی شروع جدید رو تجربه بکنی. پس الان دوره رها کردنه. تسلیم بابا مولانا رو به یاد بیاریم، کسانی که اون زمان توی اون انرژی قدیمی، توی اون حجم از حملات مغول و اتفاقاتی که ایران بعدش به مهد تمدن تبدیل شد، از لحاظ همه فرهنگ، هر چیزی که فکرشو بکنید، همین فشار جنگ مغول ها بود که ما رو از این رو به اون رو کرد و باعث شد حتی مغول ها دیگه تحت تاثیر این فرهنگ قرار بگیرن، اونا هم عوض بشن، اونا هم مثل ما بشن و بگن چقدر ایرانی‌ها چه چیز جالبی دارن، ما هم میتونیم اینجوری بشیم. بنابراین یه وقتایی لازمه برای تجربه چیزهای جدید یه سری فشارها رو هم دید، اونا رو هم زندگی کرد، اونها رو هم طی کرد. ما هم که بار اولمون نیست که داریم جنگ رو تجربه میکنیم. ما هم که بار اولمون نیست که داریم یه سری چیزا رو تو کشورمون تجربه میکنیم. از الان به بعدم میدونیم که اتفاقات کنفیکن زیادی قرار بیفته. در نتیجه باید اینو هم بدونیم همه چیز به میدان زمین ربط داره. همه چیز به آگاهی هایی ربط داره که ما خودمون خلقش کردیم. خشم و کینه و دشمنی و جنگ و خودمون خلق کردیم. اینا بازتاب اعمال ماست. اینا کارماهاییه که خودمون خلق کردیم. روح جوان اینو نمیفهمه، ولی خوشبختانه با افزایش فعالیت میدان زمین الان دیگه اینجوری نیست. هر کارمایی خلق کنی خیلی زود بهت برمیگرده. خیلی زود. قبلا اینجوری نبود. هر کی ظلم میکرد، هر چی دعا میکردی میگفتی خود مردم دعا میکردن گفتن خدایایی چرا کاری نمیکنی، این داره مردمو میکشه فلان. ولی الان دیگه اینجوری نیست. بکشی میکشنت. ظلم کنی به ظلم میکنن، بدی کنی میکنن. اینجوری الان به خاطر اینکه قدرت میدان زمین بالا رفته، سطح آگاهی و بیداری مردم بالا رفته، دیگه هر ظلمی رو هر کسی نمیپذیره بگه چشم و هر کسی هم انرژی پرستشش رو به کسی دیگه ای نمیده. اونایی که دارن میدن تو انرژی قدیمی هن. خیلی هاشون ممکنه که اگر بخوان، اگر اجازه بدن بعد از مرگ شاید برگردن به زمین جدید، که اگر اینجوری باشه برن خدا رو شکر کنن، چون واقعا اینجا بهترین سیاریه که میتونن برن و بتونن مدرسه به عنوان مدرسه توش باشن. و شمایی که آگاهیتون رو پرورش دادید، بزرگ کردید و با نور روحتون آشنا شدید، روحتون رو شناختید و به مسائل معنوی وصل شدید، چون این دنیا معنویه، این کیهان معنویه. هر چقدر ما به سمت معنویت بریم یعنی ابعاد رو جابجا کردیم. قرنها پیش مثلا یکی استاد میشد، صعود میکرد، در واقع ابعاد رو جابجا کرد، ابعاد رو جابجا میکرد و در زمان سفر میکرد و تموم میشد میرفت.
الان این در اختیار همه ما هست، همه میتونن اینو تجربه بکنن، ولی خب ممکنه پروسش یکم طولانی تر باشه، مثلا دیگه اونقدر سریع نیست. با این وجود در دسترسه و کسی هم که بتونه اون معنویت که اصل کیهانه رو و اصل کیهانه بتونه بهش برسه و بهش وصل بشه، ابعاد رو جابجا کرده، در آگاهی پرش کرده. کسی هم که در آگاهی پرش کنه مسافر زمان، زمان رو حل کرده، زمان رو جابجا کرده. اینو رو قبلا هم بهتون گفتیم که اگر میبینید فیلم های ساخته میشه بر اساس زمان یا سفر در زمان، همینه. هر وقت شما و من آگاهیمون رو پرورش میدیم، رشدش میدیم، زمان رو کم چیز میکنیم، زمان رو در واقع میتونیم کش میاد، چجوری بگم، زمان دیگه اون حالت چیزی که رو زمین تجربه میکنیم نیست و به آکاشیک ربط داره. و ما یه آکاشیکی داریم همه ما، و حتی سیاره زمین هم خودش شبکه کریستالی داره که این شبکه کریستالی هم با همین دی ان ای ما و بایگانی آکاشیک در ارتباطه. و ما اگر میگیم وارد زمین جدید میشیم، یعنی باز هم زمین هم باید تو ابعاد سفر کنه، یعنی زمین هم باید بعدش جابجا بشه که شده. وقتی هم که بعد جابجا بشه، برای زمین هم زمان فرق میکنه و از طرفی زمانم که برای زمین فرق بکنه هم باز اینجوری میشه که شبکه کریستالی یه سری چیزهای منفی رو باید پاک بکنه، چیزهای سنگین رو هم باید تجربه کنه، ببینه و اونها رو یعنی زمین هم یه موجود زنده است عین من و شما. وقتی ما تصمیم میگیریم که توی آگاهی جدید حرکت بکنیم، باید اون آکاشیک سنگین رو رها کنیم و وارد آکاشیک سبکتر بشیم. زمین هم داره همین کار رو میکنه. منتها برای زمین شبکه کریستالیه، برای ما توی دی ان ای مونه، توی بایگانی آکاشیک دی ان ای مونه. برای زمین تو غار آفرینشه، تجربیات تمام روحایی که اومدن و رفتن و احساساتی که خلق کردن، خشم، نفرت و حتی عشق، فرق نمیکنه. زمین هم داره همین کارو میکنه. بارها و بارها اساتید گفتن که یه سری گره ها هست روی این سیاره، اونا کارشون اینه که دارن یه سری انرژی های سنگین رو تبدیل میکنن. همونطور که ما داریم تبدیل میشیم، زمین هم تبدیل میشه. اونم یه موجود زنده است، پس اونم تجربیاتش رو داره سبک میکنه. منی که الان اینجا با شما دارم صحبت میکنم یه ساختار سلولی ام. اصلا این با این هویت کاری نداشته باشید. تریلیون دی ان ای دارم، ولی چون همشون یه جور فکر میکنن، شما فرض کن من یه دی ان ای ام و این دی ان ای بایگانی سوابق آکاشیک داره، زندگی های گذشته داره و درس‌ها. حالا این دی ان ای توی از شیفت عبور کرده، داره اون بخش‌های تجربیات زندگی‌های سنگین و حالا انرژی گذشته رو داره سبک‌تر میکنه، تبدیل میکنه. همون کاری که زمین داره میکنه. پس الان اگر میبینیم ده جهان هرج و مرج توشه، اگه میبینیم یه سری چیزا سر جاش نیست، طبیعیه، چون که داره پاک میکنه، داره آثار ترس و آثار خشونت و اینا رو داره کم کم از بین میبره. جنگ ها دیگه مثل اول واقعا دیگه طرفدار ندارن و به مرور هم خواهید دید که کمی کمتر مردم دیگه طرفدار درام میمونن و میفهمن که سرنوشتشون دست خودشونه، سرنوشتشون هیچ جایی بیرون نیست، همینجاست. و دولت ها کم کم یاد میگیرن به درون برن، اول به خودشون بپردازن تا به کشورهای دیگه. و همه چیزم باز برمیگرده به همون بایگانی آکاشیک. همه چیز برمیگرده به خشونت‌ها و جنگ‌ها و اون نژاد پرستی هایی که ما خلق کردیم. خدای من از تو بالاتره، من خدای تو رو قبول ندارم، تو نژادت فلانه، تو خدا رو، تو از نوادگان ابراهیم نیستی، تو نوه ابراهیمی هستی، تو میخواستی قربانی بشی، اون نمیخواست قربانی بشه. مسیح چون از یه زن اومده، از یه مرد نیومده، خیلی قبولش نداشتن، نسل داوود نبود. این چیزای چیپه، مسخره. بعد سومی انرژی قدیمی هنوز توی این حافظه زمین وجود داره. هنوزم یه عده بر اساس همون درس ها اومدن دوباره برگشتن. بازیگران به قول کران همون بازیگران قدیمی هن. چیزی عوض همونا هن، فقط شکل و فرمشون تغییر کرده، قیافشون تغییر کرده. و همین بازیگران قدیمی، همین نایی که الان داریم تجربهشون میکنیم، اینا تو زندگی قبلی همینجوری به جون هم میافتادن، ولی تازه باز به شکل بدتر. خیلی هاشون هم برگشتن دوباره، تناسخ‌های دیگه ای دارن. همه میدونن که هیتلر برگشت، همه میدونن که کی برگشت. حالا پس ببین اینجا یه انرژی قدیمی یا آکاشیک سنگین
وجود داره و این داره تبدیل میشه. پس این نیاز به صبر داره. این یه شبه نیست، این یه فرایند طولانیه. آگاهی به قول کرایون کم کم رشد میکنه، کم کم گسترش پیدا میکنه. رشد آگاهی آهسته هست و اینکه ما همیشه باید به یادمون، ما وقتی صبح که از خواب بیدار میشیم باید به یاد داشته باشیم که ما اول دی ان ای داریم. یه دی ان ای که این مهمه. هر چیزی که ارتعاش این دی ان ای رو ببره بالا با اون کار کنیم. هر چیزی که ارتعاش دی ان ای رو بیاره پایین از زندگیمون حذفش کنیم. میخواد غذا باشه، میخواد یه فرد خاص باشه، میخواد یه محیطی باشه، میخواد یه شغلی باشه، هر چیزی که باعث بشه ما استرس داشته باشیم رو اونو باید بذاریم کنار. موضوع دی ان ایه. الان هیچ چیزی مهمتر از دی ان ای برای یه فرد بیدار نیست. به وقتش هم اگه لازم باشه بری خیابون میری، نگران نباش. به وقتش اگه لازم، یعنی اصلا هیچ کس به شما نگفت منفعل باشی. ولی تجربیات قدیمی نشون دادن که انرژی های قدیمی با انرژی های قدیمی خوب رفتار نمیکنن. واقعا نمیکنن. تجربه نشون داده که رحم ندارن. و آگاهی میگه که تو بهتره که واقعا بتونی از یه طریق دیگه مردم رو بیدار کنی. مثلا از طریق همین پلتفرم ها، همین شبکه‌های اجتماعی بتونی به مردم یه سری چیزا رو یاد بدی. که یکم با هم مهربون باشید، بابا مدارا کنید، سازش کنید. چیزایی که شما این همه سال براش جنگیدید واقعا نتیجهش چی شد؟ چی بود؟ چی در پی داشت؟ الان کی حالش خوبه؟ کی به اون چیزایی که خواسته رسیده؟ فرزند تو واقعا مستحق چه زندگیه؟ کسایی که میرین مثلا طرفدار جنگین، طرفدار خشونتین، ترویج خشونت میکنید، الان فرزند تو در چه وضعیتیه؟ حالا الان گیریم که اصلا فرزند تو وضعیت خوبی باشه، نوه تو میخواد چیکار کنه با این جنگ های، این استرس ها و این واقعا استرس. چرا این کار رو میکنید؟ چرا واقعا فکر میکنید آگاهی نمیمونه؟ چرا فکر میکنید انرژی که خلق میشه نمیمونه؟ همه چیز میمونه. اینجا یه شبکه است، اینجا حافظه است، اینجا اطلاعات رو ذخیره میکنه و هر باری که شما انرژی خشم میدی، کینه میدی، نفرت میدی، این میمونه، ثبت میشه. بعد خیلی زمان میبره تا پاک. باید انقدر عشق بورزی، باید انقدر مهربونی بکنی، باید انقدر کار خیر بکنی تا بتونی اون چیز رو پاک بکنی. برای همینه که مادران ستاره پلیدین یا مثلا اساتید توی لموریا، توی کوه شستا و جاهای دیگه اومدن گره ها رو گره ها کار میکنن. برای همینه که خیلی دارن به ما کمک میکنن الان واقعا، چون این گره ها هستن که میتونن این آثار و خشونت رو در خودشون حل کنن. برای همینه هر کسی که بیدار بشه میتونه رو میدان اثر بذاره. برای همینه که مهم ما آدما رو بیدار کنیم، چون این آثاری که مونده خیلی عمیق تر از این حرف هاست. مثل یه نوار کاست میمونه که تو هی اطلاعات ریختی توش، هی داره همونو پخش میکنه، هی داره همونو میخواد، هی همونو داره طلب میکنه. یه موجود زنده از زمین، اونم ناخودآگاه خودشو داره، سطح اختری خودشو داره. هر چیزی که خلق میکنی اون تو حافظش مونده و هی دنبال اونه، هی دنبال اون. و ولی خوشبختانه شبکه کریستالی برای همین وجود داره. بایگانی آکاشیک برای همین وجود داره که یک سری روحایی که میان و میرن با شفقت و عشقی که ایجاد میکنن بتونن یه تاثیرات مثبتی رو زمین ایجاد بکنن و اون هی گسترش پیدا کنه و میدان زمین افزایش پیدا کنه، خرد زمین افزایش پیدا بکنه و از طریق اون افراد بیشتری بتونن دی ان ای هاشون رو فعال کنن. هر چقدر دی ان ای فعالتر بشه آدما مهربون ترن. و موضوع معنویت. این کیهان معنویه، این کیهان مسیرش معنویه. تا زمانی که آدما معنویت رو پیدا نکنن در رنجن، در عذابن، در تاریکیان. متاسفانه روحای جوانم دوست دارن اینو، ولی تنها کسانی که واقعا تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرن روحای کهنه. روح کهنه که اذیت میشه، روح کهنه که آسیب میبینه، روح کهنه که میره تو تنهایی و انزوا، دور میشه از این جماعت، خسته میشه. چون یه سری چیزا رو فهمیده، یه سری چیزا رو میفهمه، درک میکنه، سطح آگاهیش رفته بالا و وقتی میاد میبینه دنیا اون چیزی که واقعا تو سطح دی ان ای خودش میخواد نیست، تعجب میکنه و این باعث میشه که ما یه کمی سرخورده بشیم. برای همین دارم میگم الان بایگانی آکاشیک خیلی سنگین شده. ما در کارمایی ترین حالت ممکن هستیم توی ایران و جهان هم داره تحت تاثیرش قرار میگیره، چون ما همیشه هم میگفتیم، همه میگفتن، خیلی از لایت ورکرها، که ایران خیلی مهمه. همیشه گفتن، حالا هم این واقعا هست، مثل یه شاهرگ عمل میکنه. این ایران اگر اوضاعش خوب بشه همه چیز درست میشه، باور کنید. یعنی
نمیدونم به خرد باستانیان ربط داره، نمیدونم این یه چاکرای روی زمین، نمیدونم یه شاهرگیه، نمیدونم یه گره هاشو نمیدونم. توی مطالب کرایون، توی پیجای مختلف و کانال های مختلف ندیدم که مثلا عزیزان بگن که مثلا توی ایران گره‌ای وجود داره. ولی شاید پورتال هایی قبلا باز شده، ورودهای یه سری نیروها اومده رفته، نمیدونم. ولی هرچی هست، این بیداری ایران جرقه داره، جرقه ممبرینگ داره. این ممبرینگش میتونه اسرائیل رو بیدار کنه، اورشلیم رو تکون میده. برای همین این نیاز داره که یه واقعا یه انرژی هایی که خیلی قدیمی هستن، تراکم خیلی بالایی دارن، کم کم سبک شن. و حالا شما خودتون تصور کنید این سبک شدن چقدر زمان میبره. بنابراین به عنوان یه لایت ورکر تو باید چیکار کنید؟ صبر، فقط صبر. هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی تا زمانی که ببینی واقعا برای چی. حالا یا لازم باشه، بله، حالا تظاهرات میخوای بری میری، اشکال نداره. اینا همه رو، هر کاری که فکر میکنی روحت میگه بکن باید بکنی و انجام بدی که حالت خوب بشه رو انجام بده. ولی موضوع اصلی اینه که تو فقط الان باید به فکر سبک کردن بایگانی آکاشیک باشی و به فکر اون قطعاتی از دی ان ایت باشی که الان فقط منتظر فعال شدنه و منتظر یه اراده از توی که اینا رو فعال بکنه. من دیگه واقعا نمیدونم چی تو دنیا مهمتر از این میتونه باشه که انسان یه قابلیت الهی توی بدنش داره و باید فعالش کنه. دیگه نمیدونم چی از این میتونه بالاتر باشه. یه بخشی از خدا توی وجودته که میخواد فعال شه و اصلا همیشه منتظر این بوده که فعال شه. ولی آیا ما بهش اهمیت میدیم؟ آیا ما باش همراستا هستیم؟ اینا چیزایی هن که واقعا باید از خودمون بپرسیم و بدونیم که مأموریت اصلی ما چه چیزیه. درگیر شدن با مسائل سیاسی یا رفتن توی ذاتمون، بررسی کردن سوابق آکاشیکمون، جاهایی رو که سنگین سبکش بکنیم، جاهایی که قطعاتی از DNA که واقعا استادی رو تجربه کرده و الان فقط منتظر اینه که دوباره برگرده به اون حالت اول. این روزا برای اینکه بتونیم این آکاشیک سنگین رو تبدیل بکنیم، ما فقط باید بدونیم که چه چیزی رو باید تو زندگی داریم تجربه میکنیم. مثبت و منفی ارتعاشش تو چه سطحیه، آدمای اطرافمون تو چه فرکانسی ان و ما چجوری میتونیم صبور باشیم، چجوری میتونیم آروم باشیم، چجوری میتونیم اون حالت عصبانیت رو، خشم و اون چیزایی که اطرافمون داریم تجربه میکنیم به تعادل برسونیم. و موضوع تناسخه. هیچ چیزی خارج از این نیست. هیچ چیزی بزرگتر از تناسخ نیست تو این دنیا. اگر ما اینو پیدا بکنیم، اگه همه اینو میدونستن، دنیا مطمئنا رنگ صلح رو به چشم میدید. اگه ما هممون میدونستیم قبلا کی بودیم، چه کارهایی انجام دادیم، الان خیلی اوضاع بهتر بود. و متاسفانه خیلی ها نمیخوام بدونن، خیلی از اصلا تناسخ قبول ندارن. طرف هزاران بار تو که ادعا میکنه اسلام رو تجربه کرده، 1000 بار کتاب قرآن رو خونده، 2 تا عبارت مهم رو تو قرآن ندیده. حالا نمیخوایم قرآن رو تایید کنیم، اونم داستان خودش رو داره. ولی 1000 بار این گفتم من شما رو میمیرانم و زنده میکنم. دیگه به چه زبونی بگی؟ دیگه چه جوری بعد خدا هم که نگفته. یه نفری توی ارتباطی نشسته با یه سری خدا برتر داشته، یه سری راهنما داشته، صحبت کرده، اینا رو بهش گفتن. و دیگه باید به چه زبونی؟ تناسخه، همه چیز تناسخه و این چیزی که من الان هستم حاصل یه تناسخه. ممکنه خیلی همون روحای کهن بوده باشیم، تناسخ داشتیم، ولی بعضیامون هم که ایندیگو هم هستیم، بازم اونا هم روحای کهنن، فرق نمیکنه. یعنی اونا هم تجربیات زندگی های گذشته داشتن، اونا هم بدون شک بالاخره یه دوره رو طی کردن که شدن ایندیگو. پس این یا کاشیکیه که واقعا به تعادل نیاز داره. اتفاقا ایندیگوها توی بایگانی آکاشیکشون تجربیات زندگی گذشته داشتن، ممکنه آسیب ببینن، چون که ایندیگو کارما نداره و الان داره توی جهان کارمایی زندگی میکنه. تو فکر کن اون چه زجری داره میکشه وقتی میبینه دنیایی که میخواد پر از شفقت، پر از صلح، پر از دوستی، مهربونیه و الان دنیا همه دارن همو میزنن، میکشن و منو یکی میاد زمین رو به روی یکی دیگه میبنده. آخه تو چه کاره ای که مثلا میای دریا رو به روی یک کشورایی میبند؟ تو کی به تو گفته که تو مالک زمینی هست که تا حالا ما مالک زمین شدیم؟ و از یه طرفم باز اینا همه کاتالیزوره.
یعنی اگر این اتفاق نیفته، روابطی که ما دنبالش بودیم هم اتفاق نمیفته. خیالتون راحت. یعنی اینکه در نهایت این جنگ به تعادل میرسه. به چه شکلی؟ به شکلی که ما یاد بگیریم رابطه ایجاد کنیم، روابط دیگه ای داشته باشیم، رابطه های بهتر. و این رابطه های بهتر همینا میتونن کاتالیزور باشن. ترامپ و نمیدونم تنگه هرمز و اینا همه کمک میکنن. ولی دیگه چیزی که مهمه اینه که دیگه سنگینی داره به سبکی تبدیل میشه. حالا شما خودت بشین تو تنهایی خودت، بشین فکر کن، ببین چیزایی که سنگینه داره سبک میشه چقدر میتونه به یه انسان فشار بیاره. برای همینه که بهتون میگم روحای کهن بیشتر اذیت میشن. پس آگاهانه باید باش برخورد کرد، باید با دیدگاه روح بهش نگاه کرد. دیگه این تبدیل شدن رو ما داریم، مسیرهامون ممکنه عوض بشه، ولی کلا هممون رها میشیم. این هفته رو خیلی جدی بگیر. این هفته که تو راهه خیلی سنگینه و میتونید واقعا فقط در اون حالت مدیتیشن. سنگینی هم باز نمیگم، ولی فکر کنید جنگ خدا اینا که جنگ هست، جنگ کلا هستش، جایی نرفت. نه، منظورم از لحاظ اون بایگانی آکاشیک و اون سنگینی زمین و اون اتفاقاتیه که توی دی ان ای هست. یه قطعاتی دارن جابجا میشن. اینو بهتون بگم خیلی روشن و واضح. یه بخشای توی دی ان ای دارن تکون میخورن، دارن میلرزن، دارن جابجا میشن. پس آگاه باشید. ممکنه این یه برون ریزی داشته باشه، ممکنه یه فشارهایی تجربه بشه، ممکنه که آکاش قدیمی فشار بیاره، ممکنه حتی زندگی، همین زندگی، مخصوصا این دیگوها، همین زندگی که این بار تجربه کردیم و لایت ورکرها فرق نمیکنه. همین زندگی و این ناخودآگاهی که تو سر ما کردن، چه از طریق ادیان چه از طریق سیاست، همه اون چیزهایی رو که تو همین زندگی تجربه، اینا هم بالا میاد، یعنی اوج میاد فشار میاره. شما این فشار رو تجربه میکنی، اما این فشاره در نهایت باعث رهایی و سبکیت میشه. پس صبر، صبور باشیم و بدونیم با این تغییر دی ان ای و سبک شدن بایگانی آکاشیک قراره یه چیز جدیدی رو تجربه بکنیم. این چیز جدید واقعا انقدر ارزشمند هست که استحقاق اینو داشته باشه که صبر کنیم و آخرش بگیم آخرش دیدی ارزشش رو داشت. این همه اذیت بودیم درسته، ولی واقعا ارزشش رو داشت. الان دیگه راحت شدیم. پس اینجا یه رهایی عمیق داریم، براش آماده باشید. و سنگینی که بعدش رها میشی، چون دیگه خسته شده، نمیکشه، نمیتونه. و دیگه اگرم که دیدید از زمانی خدا نکرده آشفته، یعنی خود دیگه واقعا ممکنه که بشه آشفته. هم منظورم این نیست فکر کنی به ترسی، الان اصلا اینجوری نیست. اصلا روابط جدید قرار شکل بگیره، ولی همین روابط جدید شکل بگیره خودش بازم سنگینی هایی داره، مقاومت هایی داره. پس اینجا شما با مدیتیشن خیلی میتونی راحت تر این دوران رو طی بکنی و آرومتر باشی، با طبیعت ارتباط برقرار بکنی و باور داشته باشید، اعتماد بکنی به این که قرار اتفاقات قشنگی رخ بده و این یه چیز قدیمیه که نیاز داره به چیز جدید و این چیز جدید زمان میخواد و زمان صبر میخواد و هیچ چیزی به دست افراد انرژی قدیمی تغییر نمیکنه. فقط آدمای جدید و اتفاقات جدید، ایندیگوها و آدمایی که به مرور صلح رو ایجاد میکنن. کاتالیزورها نقش مهمی دارن. حالا میگم میخواد ترام باشه، میخواد تنگه هرمز باشه، هرچی. صبور باشید و به مادر زمین اعتماد کنید و سعی کنید که اصلا کلا با مادر زمینم کار بکنید تو این روزا. خیلی بهتون کمک میکنه. همین. خدا نگهدار.